مثل المپیاشه و داورها رأی نهایی رو دادن. الان زمان پوز داون هست، 10 نفر برتر پوز داون میکنن. قسمت سرگرم کننده این مسابقه شروع شد دوستان. این لایو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. بهترین بدنسازهای روز دنیا رو میبینید دوستان. رقابت تنگاتنگی بود بین هادی چوپان، دریک لانسفر برای نفر اول و دوم. اندرو جک دومین المپیای خودش رو تجربه کرد و به خوبی تونست دیده شه که دومین المپیای خودش به مقام 4می میتونه برسه. هادی چوپان رو میبینید که به تنهایی فیگورای خودش رو میگیره. هادی چوپان از یک لول دیگه بدنی و فیزیکی برخوردار هست. در واقع از نظر پختگی عضله و کامل بودن بدن هادی رقیبی نمیتونه داشته باشه توی این مسابقه. هادی به مراتب امشب توی فینال بهتر از مقدماتی ظاهر شد. فکر کنم هادی تونسته در رو ببنده روی دریک لانسفورد و قهرمان بی غیر و شک این مسابقه باشه از نظر داورا. سامسون داودا دومین المپیای خودش رو تجربه کرده و تونسته به 3 نفر برتر برسه. البته جای ورزشکارهای دیگه توی این مسابقه خالیه. ما به روز تابانی داریم که اگه بود میتونست به 5 نفر برتر برسه و حتی میتونست به 3 نفر برتر برسه و با سامسون خوب رقابت کنه. ما امسال نیک واکر رو نداریم. نیک واکر یکی از قهرمانان بی غیر شک بود که میتونست توی 3 نفر برتر باشه. بیگ رامی امسال نداریم. قهرمان 2 سال مثل المپیا. خیلی از این ورزشکارها به دلیل هیبت ورزشکارای بهتر دیگه میتونن جایگاه خوبی رو کسب کنن امسال. از جمله ریگن گرایمز که میتونه به خاطر غیبت بقیه ورزشکارای خوب به 10 نفر برتر برسه. اگر نیک واکر، نیتن دیاشا به روز تابانی توی این مسابقه حضور داشتن، هانتر لبرادا به 10 نفر برتر نمیتونست برسه. تونیو به 10 نفر برتر نمیتونست برسه. بله، هادی چوپان و برندن کوری رو میبینید کنار هم دیگه فیگور جمع رو میگیرن. هادی برتری خودش رو نشون میده. هادی تازه داره سرگرم میشه اونجا. هادی میدونه قهرمان کیه. هادی از پارسال خوشحالتر به نظر میرسه. استرسو میشه توی چهره سامسون داودا و دریک لانسفورد دید. دوستان، همه ما ایرانی‌ها توی سرتاسر دنیا امشب جشن میگیریم. برای دومین بار واسه افتخاره که این مسابقه رو برای شما ما پخش و گزارش میکنیم. مرسی از همه شما که ما رو سپورت میکنیم. دکستر جکسون قهرمان مستر المپیای سال 2008 روی استیج میاد برای اهدای جوایز. 816,000 مجموع جوایز اهدایی برای نفرات برتر این مسابقه هست. نفر پنجم چک $35,000 برای نفر پنجم مثل المپیای امسال اندرو جک تونست مقام پنجمی رو بگیره. اندرو جک به خوبی دیده شد. پکیج خیلی خوبی آورده بود. قهرمان مسابقات تگزاس پرو امسال بود و تونسته بود کوالیفای کنه برای المپیا.
دومین المپیای خودش رو تجربه کرد و تونست پنجمین نفر این مسابقات باشه. اندرو جک بسیار بزرگ و حجیم دیده میشه. Presenting the fourth place award, Senior Manager Partnerships of BSN, Mr. Stuart Dansby. Yeah, Hunter on this one, I think. Yeah, I think so. Okay. All right, Stuart, please take the fourth place award, the check for $40,000. مقام نفر چهارم چک $40,000 میرسه به برندن کوری نفر چهارم مثل المپیای 2023 شد. برندن کوری قهرمان سابق مثل المپیا است، قهرمان سال 2019. برندن کوری سال گذشته مقام چهارمی رو تونست کسب کنه و بعد از نیک واکر چهارم شد. خب دوستان، رقابت حساس‌تر شد. Presenting the third place award, once again, CEO of Ithaca Medica, Mr. Felipe Braganza, and your marketing director, Mr. Fernando Mora. I think my heart rate just jumped up a little bit because now we're The getting third close. place award is going to be a bronze medal. به لحظات حساس داریم نزدیک میشیم دوستان. $100,000. چک $100,000 مدال برنز المپیای 2023 میرسه به نفری که توی جایگاه سوم قرار میگیره و کسی نیست به جز سامسون داودا قهرمان آن کسی که امسال هست. سامسون داودا دومین حضورش تو المپیا رو داشت. سامسون داودا پارسال ششم شد و امسال سوم. سامسون داودا پیشرفت چشمگیری داشت، پکیج خیلی خوبی رو تونست به نمایش بذاره و تونست نفر سوم این رویداد بشه. سامسون داودا آردی تونسته ببره، 3 جایگاه تونست ارتقا پیدا کنه. سایز بسیار زیبا، تقارن زیبا و خوب، تونست مایش‌های گردی رو بیاره، نقاط ضعفش رو کامل تر کرد، ولی برای رقابت با هادی چوپان و دریک رانسفورد کافی نیست. دوستان، لحظه حساس فرا رسید. 2 نفر موندن. رقابت بین دریک رانسفورد و هادی چوپان رو می‌بینید. نفر اول و دوم. هادی چوپان قهرمان حال حاضر مثل المپیاست. همچین صحنه‌ای سال پیش دوباره تکرار شد. نفر اول و دوم بین دریک و هادی هست. هادی چوپان از 2019 داره شرکت میکنه. جی کاتلر قهرمان 4 دوره مستر المپیا میاد روی استیج که جایزه نفر اول رو بده. جیک وود چک $400,000 رو دستش گرفته. تایلر منیون صندوق المپیای 2023 رو توی دست داره. دوستان، هادی چوپان میتونه برای دومین بار ساندو رو به ایران بیاره. هادی چوپان بهترین بدنش رو تا به امروز روی استیج آورده. هادی چوپان توی لول دیگه مسابقه داد امسال. چک $400,000. مدال طلای مستر المپیای 2023. صندوق مستر المپیا. میرسه به قهرمان این مسابقه. دریک رانسفورد قهرمان این مسابقه میشه. دریک رانسفورد پیشرفت چشمگیری رو داشت و تونست بر هادی چوپان غلبه کنه. این رویداد خوشایند نیست. هادی چوپان قهرمان فروتن و مردمی، اولین نفری که دریک رو بغل میکنه و بهش تبریک میگه.
رقابت خیلی نزدیکی بود بین دریک لانسفورد و هادی چوپان. هادی چوپان خیلی خوب اومد، پکیج بسیار خوبی آورده بود، پیشرفت کرده بود هادی چوپان. هادی چوپان نقاط ضعفی رو نداشت. دریک لانسفورد کاندیشنینگ خوبی آورده بود روی استیج. باید ببینیم که اسکور چجور تقسیم شده. دریک قهرمان مس المپیا 2024 شد، 19مین قهرمان مس المپیا، 18مین قهرمان مس المپیا. دوستان اصلاح می‌کنم.